و در نکاح فاسد مثلا اگر زنی بره در عدت خودش با شخص دیگر ازدواج بکنه، این نکاح فاسده. در نکاح فاسد چون نکاح از ابتدا بسته نشده، این نکاح واجب الفسخ هست، قاضی باید زن شوهر رو از هم جدا بکنه. در نکاح فاسد عدت زن از چه زمان شروع میشه؟ در نکاح فاسد عدت زن یا از وقتی است که قاضی زن و شوهر رو از هم جدا میکنه، و یا عدت زن از زمانی است که مرد تصمیم قطعی بر متارکه و ترک همبستری زنش میکنه، که اصطلاحاً بهش زن شرعی که نیست، ولی خب چون از اونجایی که نکاح فاسد بوده بهش زنش میگن. لذا در نکاح فاسد یا از وقتی که قاضی این دوتا رو از هم جدا میکنه عدت زن شروع میشه، یا از زمانی که مرد تصمیم بر ترک همبستری خانمش میکنه. در رابطه با احکام عدت، یکی از احکام عدت این هست که زن در دوران عدت اجازه ازدواج نداره. حتی فقها میفرمایند زنی که در عدت هست کسی اجازه نداره صراحتاً از اون خواستگاری بکنه، چه عدت طلاق باشه چه عدت وفات باشه. و اگر زنی بیاد در ایام عدت خودش با کسی ازدواج بکنه، این نکاح از ریشه و اساس بسته نشده، این دیگه نکاحی نیست. و اگر این زن و شوهر با همدیگر همبستری بکنن گناهکار میشوند. لذا زن در ایام عدت خودش تا وقتی که عدتش تمام نشده اجازه نکاح و ازدواج با کسی دیگر رو نداره. و یا اینکه اگر از شوهر خودش طلاق گرفت یا شوهرش وفات کرد، اینجا دیگران اجازه ندارن صراحتاً از این زن خواستگاری بکنن، چه برسد به این که زن و شوهر، این زن با مرد دیگری بیگانه به صورت پنهانی با همدیگر وعده نکاح بگذارن. این شرعاً درست نیست. البته اگر اشاره کردن، اون اشاره‌ای که صریح نباشد، کنایه‌ای که صریح نباشه، این خواستگاری به صورت اشارتن و کنایتن که صراحت در اون نباشه، اینجا اشکالی ندارد. پس زنی که در ایام عدت هست اگر آمد ازدواج کرد، این ازدواجش درست نیست، مجددا باید بعد از این که عدت تمام شد این زن و شوهر عقد جدیدی و نکاح جدید در جلوی 2 شاهد انجام بدن.